آوردیج 1998. بریم ببینیم چه خبر بود. مسابقه اول، مارک مرو در برابر نماینده سیبل. مارک و سیبل توی واقعیت زن و شوهر بودن. توی دبل هم سیبل هم نقش زن مارکو داشت، هم نقش همراهشو بازی میکرد. اما مارک مرو داستان بود. چی بود داستانش؟ زیادی تعصبی یا حسود بود. یعنی اصلا دلش نمیخواست سیبل توی چشم باشه، کسی نگاه نکنه سیبلو. ولی خب چی بهتر از سیبل برای تو چشم بودن؟ خوشگل، خوش استایل، تر و تمیز. هر روز هم تماشاچی‌ها بیشتر تشویقش میکردن. یعنی هر جا سیبل و مارک با هم میرفتن، تماشاچی‌ها سیبل رو بیشتر تشویق میکردن. مارک مرو دید اینجوری نمیشه، شروع کرد اذیت کردن سیبل. چیکار میکرد؟ از قصد مسابقه‌اشو میباخت، میگفت تقصیر توئه. جنگ روانی را مینداخت تا اینکه سیبل قاطی کرد. مهرم حلال جونم آزاد. گفتش که برای آزادی از دست مرو حاضر مسابقه بده. یعنی مارک مرو باید با نماینده سیبل مسابقه بده. نماینده سیبل کیه؟ روز مسابقه معلوم میشه که کیه. شرط هم داشت این مسابقه، شرطش این بود اگه نماینده سیبل ببره، سیبل از دست مارک مرو خلاص میشه. اگه مارک مرو ببره، سیبل باید کشتی رو ببوسه بذاره کنار، بشینه خونه واسه آقایشون قاقالیلی بپزه. اینم بگم که روز مسابقه معلوم شد نماینده سیبل خود سیبله. یعنی مسابقه بین زن و شوهر واقعی. داستان رو ببین. مسابقه بعدی، استون کولد در برابر دودلاف، سر کمربند قهرمانی. اون دوران وینس کلاً با استون کولد حال نمی‌کرد. اصلاً دلش نمی‌خواست استون کولد قهرمان باشه. بعد از رسلمنیا وینس میاد توی رینگ میگه آقای استون کولد اگه می‌خوای قهرمان بمونی، هرچی من گفتم باید بگی چشم. استون کولد هم مثل همیشه بود میگه جمع کن بابا، من این کمربند رو با جون و دل بردم، چاپلوسی نبردم. وینس که کلاً با شخصیت ضد سیستم و سرکش استون کولد حال نمی‌کرد، هر کاری که بلد بود می‌کرد که استون کولد بواسه کمربندش. یه روز وسط یکی از برنامه‌ها میک فولی با گیمیک دودلاف برمیگرده. میره پیش وینس میگه آقای مکمن خیلی مخلصیم، من اومدم با اجازهتون کمربند رو ببرم از استون کولد. هرچی هم شما بگید چشم میذارم روی سرم. ای شفتالو، ای پامادور، تایتل شات بده بهم. مسابقه استون کولد ضد سیستم، ضد شرکت محبوب مردم در برابر دودلاو پاچخار رئیس شرکت دوست. داور مسابقه کیه؟ وینس مکمن، دشمن خونی استون کولد که به استون کولد گفته بود اگه توی مسابقه فقط دستت به من بخوره، همون لحظه بازنده اعلامت میکنم. هر وقتم دلم بخواد حتی وسط مسابقه قانون مسابقه رو میتونم عوض کنم. حالا اگه میتونی ببر. توی مسابقه سورپرایز هم داریم. ارزش تماشای مسابقه باله. بچا ایونت آوردیج مسابقه کلاسیکو باحال خیلی زیاد داره. فقط وقت نمیشه همش تو یه دونه شورت ویدیو بهتون بگم. خودتون ببینید حالشو ببرید. دمتون گرم.